دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 18 نوامبر سال 2025 قرار داریم در ناحیه واسه. ما شما سیب رو نشون میدیم که حالا در بالای درخت است. خود ما پرسان شدم که اینکه میگیریم از بالاش میچینیم. گفتن که این برف بارد بعد، یعنی که این سیب پینک لیدی میبیاریم. پینک لیدی روز گلوب یا پکلینی بعد برآمدگیش، یعنی که با بهترش رو نهالش رو میبیارم. این پینک لیدی هم خیلی سیب است که این سیب زمستانه تاگی برف میستد. وقتی برف زدم گرفته فروخته میگیرد. برای این قریبی که خلادیلنگ در کور نیست است. در ناحیه‌های گرم ما واسطه هستیم. در واسطه چخ شده است. منم نشون میدم. ببین اینجا. اینجا ببین. ببین نشون اینجا. این سیبی پینک لیدی. خیلی سرخ شده گیری. اینو ببین. ve yaklaşaman şimdi koda kazanmış olsa. Ana این سبی پینک لیدی روزی گلوبش با کمترک درست‌تر میشود. پینک لیدی روزی گلوب درست‌تر میشود. این کلوچه‌تر. بسم الله الرحمن الرحیم. دنگ میکنند. بینی هد بسیار میبندد. میشن شده. اینجا بید. چکل بستگی. حاضر من تلفن رو میگیرم. خودم نوار کرده گبزده. با شما نشون میدم نوار رو. هنه هم دیاران عزیز این ناحیه واسه یک از ناحیه‌های گرمترین. با حالا بچه ها پروفسیونال نیستن. بچه ها سپروری لوبیتیل هستن. یعنی هم درک حوالشون شنوندن. این ببینید چه خیلی میبندد. سر رو همه خم. ببینید. پینک لیدی روز گلو. این اگر که 9 دکبر از تنه سیب کنده برن نمیدونم در بازار چند پول باشد. فکر میکنم که دهقان ها اگر از این سیب پرورش کنن سیبی نهایت بزرگوزر است. سیبی با مزه هست. اینی که شنوندگی است در هر 1 متر یک تا شنوندگی هستند. 1.5 متر در یک تا شنوندگی هستند. سوپر اینتنسیوی. البته بچه ها حالی برای پرورش این سیب با یک کمتر دانش در کار هر یک آدم ده. چون که سیب ها پرورششون هر نمودش هر با پرورش رو طلب میکند که ما یاد میتیم. ما وقتی که نهال رو آوردیم با یاد میتیم. این نبینید. مهره برای نبینید. حقیقت چقدر بسیار بستگی. این سیب نه راحتی جان. آده میگذاریم و قطورش. من اینش خمید است. شلام بیده خم بیده. این باید که در تنه این سیم تکه بسته میشد. اینکه در تک پیوندی امنو هست. سوپر اینتنسیوی بسیار که بس هم خیلی میغلطد. برای اگر که شما همین خیلی سیب های سوپر اینتنسیوی کنید که در هر 1 متر یک تشنونید شما البته باید پایه زنید و انا دیدید انا که پایه زنید و سیم ها گذارونید و در تنه سیم رو تکه دید. این ببینید که من این نودش از این طرف سیم گذاشتگی سیم در موبایل میقپد. من ببینید هم این طرف من هم خیرین من اینشم نوده در این طرف سیم گذاشتگی سیم رو میقپد. این ببینید چقدر بسیار میبندد. همدوران عزیز تکرار میکنم از این سیب من نهال میبیارم. علاقه بسیار خریداری کردن. هزار تا خریداری کردن. خدا خواهد تا 15 دکبر آورده من دسترس کرده میتیم و شما میتوانید با خواه عبود کنید. تکرار میکنم این سیب مخصوص از طرف سلکسیونرها برآورده شده است برای منطقه‌های نهایت گرم. انم خیلی سرخ میشود. در بوسه که این خیلی سرخ شد در 5 هم هست. باقی اکی فرقت هم خیلی سرخ شدگی. این زمان اکی فرقت کیلوش رو 10 سومانی دیده رفتن. دیدید
این تگه بینید چقدر کلونی سبرو نشونتی هم با شما انا بینید کارما اینا یک پنجه من پر شد دیدید همدوران عزیز باز تکرار میکنم دیر شده سود است درخواست کنید که بعدیم که ما آوردم شما به نهال نمانید پیش پرداخت کنید من نهال ها رو شما را آورده به شما دسترس کنم انا دوستان عزیز این بود باغ سیبی کینکلیدی در ناحیه واسه در یکی از ناحیه هایی که گرمترین ناحیه می باشد همدوران عزیز و کسی معقول شدگی باشد باغ کردنی باشد مراجعت کنید ما امسال میبریم سیبی که خیلی یک نه دو میشنونید سه میشنونید مثال میگیریم سیبی که تک پیوندش تکیه رو یعنی ستوم و سیم رو طلب نمی کند انم خیلی نشو امسال میبریم شما میشنونید به ستوم به تکیه این بینید درمش خیلی پرستی است انم بیرون عزیز و کسی معقول باشد اگر این نواری من لایک موند سیب هم حاضر در بازار پولی کلان است بینید که در تاجیکستان سیب همون چقدر بسیار است باز در بازار میرید در مغازه سیبی گوجه سیبی خیتای سیبی امریکا سیبی پولشا سیبی ارژانتین پر است انا این سیب به خالدینیک در قمسنگیر و 5 شهرتوز تا زمستان می ایستد در تمام جمهوری می ایستد نپرسید مرا التماس در اینجا میشد نمیشد در تمام جمهوری به غرض از مرغاب می شود تمام و سلام من سیب کردنی باشد مرحمت مراجعت کنید باز یک هفته دیگه وقت هست من میبرم دیگر نمیروم با خارج کشور برای آوردن این نهال در پناه خدا باشید